نية صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و عرض من عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالایی که از طریق SMS و پیام ها برای ما فرستادیم برنامه را آغاز میکنیم و همچنین لطف کنید که سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین، آماده. وقتی که تماس گرفتین سوالاتون رو حتی روی ورقم بخونید، خیلی سریعتر و مشخصتر برای ما واضح خواهد شد که چه سوالی هست تا اینکه زیاد هم وقت برنامه گرفته نشه. جناب اونا بیننده گفتن که به همسرشان گفتن که اگر با من حرف بزنی طلاق هستی و همسرشان گفتن خب پس چطور با هم صحبت بکنیم؟ گفتن حکمش چیه؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یک کسی در مورد این که اگر به همسرش بگید اگر فلان کار رو بکنی طلاقت میدهم، دو تا مسئله هست. یکی طلاقت میدهم، یکی این که طلاق هستی. اگر بگوید که اگر فلان کار را کردی و طلاقت میدهم، در این زمینه به اتفاق مذاهب هیچ گونه اشکالی نداره، یعنی طلاق واقع نمی شود. یک قولی هست، یک تهدیدی هست، اگر فلان کار را کردی طلاقت میدهم، اما برگشت از حرف خودش و طلاقش نداد. هیچ گونه گناهی در این صورت نیست، نه طلاقی واقع میشه و نه قسم و نه کفاره چیزی در این صورت ندارد. در صورتی که حرف خودش بله، در صورتی که من طلاقت میدهم، اگر فلان کار را کردی طلاقت خواهم داد، طلاقت میدهم، در این صورت اشکالی نداره. کار رو انجام بده، طلاق هم ندهد، نه قسمی رو مرتکب شده و نه کفاره قسمی دارد و نه هم طلاقی واقع می شود. صرفا یک تهدیدی کرده و نه تهدیدش رو انجام نداد، عملیش نکرده. اما صورت دوم این که بگید اگر فلان کار را کردی طلاق هستی، اگر فلان کار را کردی طلاق هستی. در این صورت برخی از فقها یا اکثر فقها نظرشون بر این است که این طلاق معلق هست. اگر آن کار را بکند این در واقع طلاق حساب می شود. اما رأی بسیاری از محققین در این زمینه مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این است که این جزء طلاق معلق نیست، این قسم به طلاق هست. این طلاق معلق نیست و قسم به طلاق هست. و قسم به طلاق چون که قسم به غیر الله هست، این در واقع یک کار حرامی هست، نباید چون این کاری رو انجام بدهد. قسم به طلاق جایز نیست و صرفا انسان باید به نام الله متعال قسم بخورد. و معمولا هم در میان جامعه رسم شده که مثلا اگر بخوان قسم به نام الله بخورن، میگه من قسم به نام الله رو قبول ندارم، قسم زن طلاق بخور. یعنی به عنوان قسم این کار رو انجام میده. هدف طلاق دادن نیست. هدف این نیست که طلاق رو میخواهد طلاق بدهد و طلاق رو معلق کرده باشه بر یک امر دیگری، بلکه هدف این است که زن رو از این کار منع بکند. اگر وارد خانه فلانی شدی، خانه فلانی رفتی، اون وقت طلاق هستی. هدف چی هست؟ هدف این است که همسرش رو منع بکند از این که به خانه فلانی نرود. اگر من این کار رو انجام دادم، دوباره این کار رو تکرار کردم، میگوید مثلا زنش طلاق باشه. هدفش این است که خودش رو منع بکنه که این کار رو من نمیخوام انجام بدم. یک قسم خیلی سنگینتری به قول خودش که آثار خیلی مخربی داره بر اون، بیشتر از قسم به نام الله که در دنیا شاید آثاری رو کمتر داشته باشه، فقط صرفا یک گناه هست، فکر میکنه که قسم به زن طلاق سنگینتر هست و یعنی بیشتر پایبندش هست، به این خاطر قسم به زن طلاق میخورد. در این زمینه نظر من این است که نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که این قسم به طلاق هست و گذشته از این که حرام هست و ناجایز هست، منتها در این صورت طلاقی واقع نمی شود. صرفا قسم خورده و یک کفاره
قسم بدهد 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد یا اینکه 3 روز روزه بگیرد و میتونن با هم دیگر حرف بزنن و بالفرض هم اگر حرف زده باشن بازم طلاقی واقع نمیشه. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز شما تماس زیرنویس شده و باز تکرار میکنم سوالا رو آماده داشته باشین و همچنین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین وقتی تماستون وصل شد. بیننده بعدی گفتن که نماز تراویح را چجوری نیت کنیم؟ نماز تراویح مانند بقیه نمازهای سنت و نفلی هست که انسان انجام میدهد و لازم نیست که شما در نیت نماز بگید من 2 رکعت نماز تراویح میخوانم. این لازم نیست و اساساً تلفظ کردن نیت هم در شریعت اسلامی اصلی رو ندارد و ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه وسلم در هیچ کدام از عبادات، نه نماز و روزه و زکات و حج و بقیه عبادات لازم نیست که انسان با زبان تلفظ بکند نیت رو. نیت همون کار قلبی هست و در نماز تراویح فقط کفایت میکنه که شما نیتتون همین است که نیت کردید که 2 رکعت نماز بخوانید. لازم نیست که اینو قیدش بکنید که 2 رکعت نماز تهجد یا 2 رکعت نماز تراویح یا نماز قیام. لازم نیست که چیزی رو بگید. مطلق این که شما نیت بکنید که من 2 رکعت نماز میخوانم برای الله متعال همین مقدار کفایت میکنه و همین جمله رو که من عرض میکنم این همون نیت قلبی شما هست، نه این که شما مجبور هستید که این جمله رو به کار ببرید. بلند شدید پشت سر امام و هدفتون این است که 2 رکعت با امام بخوانید، همین مقدار کفایت میکنن. لازم نیست که قید تراویح و پشت سر امام و در ماه مبارک رمضان یا نماز قیام این قیدها و شرطها لازم نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در کشور سوئد زندگی میکنن و از شهری به شهر دیگر با فاصله 156 کیلومتر رفتن. گفتن روزه رو بخورن یا نه؟ اصل خود سفر علت هست برای رخصت، یعنی وقتی که کسی مسافر هست در واقع علت شرعی در حقش اعمال میشه، یعنی این که میتواند بر رخصت شرعی عمل بکند و در زمان سفر الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم رو بیان کردند که برای مسافر جایز هست که اگر در مشقتی افتاد روزه نگیرد و نماز رو قصر و جمع بخواند. این برای با مطلق سفر کردن وقتی شما به سفر رفتید این رخصت ها در حق شما اعمال می شود. از نظر شرعی شما می توانید که روزه نگیرید در این روز و نمازتون رو قصر و جمع بخوانید، صرف نظر از این که مشقتی باشد یا مشقتی نباشد. علت مشقت نیست در اینجا بلکه خود سفر هست، چون که خود سفر مظنه مشقت هست. این در واقع قائم مقام و جایگزین مشقت شمرده شده. ولو بالفرض این که فرض بکنیم یک فردی رفته مسافرت و در سفر هم زیاد مشقتی بر اون متحمل نشده، باز هم از نظر شرعی اگر روزه را خورد گناهی رو مرتکب نشده، گرچه روزه گرفتن اولاتر و بهتر هست، اما اگر روزه را خورد گناهی رو مرتکب نشده، صرفا همون یک روز دیگر باید به جایش روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. تماسهای بینندگان عزیز وصله. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. قبول باشه طاعت عبادت شما. سلام میکنم خدمت استاد. تشکر از شما. عرضم حضور شما که میخواستم 2 سوال داشتم. یکی این که میگن که 5 وقت نماز که میخونیم باید هر وقت به یک سوره های خاص، یعنی سوره های بلند یا کوتاه مثلا میتونه بخونی، این درسته یا اینکه باید هر سوره‌ای که سوره های کوچک شد یا ترتیبی داره بعد از سوال بعدیتون؟ و اینکه سال بعدیمون دیشب من زنگ زدم پرسیدم ولی خب اینجا وقت نماز شد رفتیم برای نماز نتونستم بشنوم. این بود که مسجد که میرین بعد از اقامت امام که نیت میکنیم به اقامت امام، بعضیا میخونن الحمد باهاش، بعضیا نه ساکتن، بعضیا سوره کوچک میخونن. اصلا ببینم این چجوریه، این اگه پاسخ بدین ممنون میشه. سوال دیگه هم دارین؟ متشکرم از شما. دست شما در سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صحبت کنید از طریق تلفن، گوشی تلفن ادامه بدید صحبتتون. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر یه سوال داشتم. بفرمایید سوالتون.
همه زنهایی که جلوگیری میکنه از حاملگی، بله از همین زنهایی که از حاملگی جلوگیری میکنه، اینا چطوری هست؟ سوال دیگه هم دارین؟ دیگه از کنم به حضور مبارک شما که همین ملایی که سر خودم نمیبنده، کلا به سر خود نمیکنه، امامت میدن، این چطوره؟ جواز داره نداره؟ سوال دیگه هم دارین؟ معصب.com باشید در پناه حق. سلامت باشین. تشکر از شما. تماس بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. دوست عزیز، ما از ایران زنگ میزنم. دوستای ما دو سه سوال داره بسیار کوتاه. یکی از این دوستای ما پرسان کردن که در اینجا که روزه میگیرن، در رستوران کار میکنن یا بیرون میرن، در اینجا مردمای لچ میبینن، چطور روزهشان مکروه میشه یا نه؟ یکی سوال است. شنیدین؟ بله بله. سوال دومی، یک روشنی بیاندازین درباره شب لیلة القدر. بله. سوال سومی، ما هفته قبل زنگ زده بودم، ولی سوال ما را اشتباه شنیده بودین، میخواستم که پس همون را تکرار کنم. اینجا بعضی وقتا ما دعوت میتونم برای کافرها یا مشرکا یا کسایی که بیخی بیدین هستن. اونایی که بیخی بیدین هستن و از ما سوال میکنن مثلا اعوذ بالله خدا را کی خلق کرده؟ ما میخواستم که درباره از او برای ما تشریح بدی که چی رقم به یک روشنی، یک نالج، یک طریقه درسته که ما برای چی رقم بفهمانیم. همین بود. تشکر از شما، صادق الخیر بینی. تشکر از شما. سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید چند تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ جهاد را اگه امکان داره تعریف کنید. جهاد. بله. و سوال بعدی اینه که دختر دارم 9 ساله، دست چپ است و میگن که گناه داره اگر دست چپ استفاده کنه. سوال بعدی؟ تشکر. خدا. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. البته جناب مولانا منم چپ دست هستم، نمیدونم کنم باید عادت بکنیم دو دست راست. سلام علیکم، بفرمایید. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. من از بینندگانم خواهش میکنم وقتی که تماس میگیرن لطف کنن که وقتی تماسشون وصل شد متوجه شدن که صداشون رسید و صدای ما رو شنیدن، دیگه منتظر نباشن که یعنی چک بکنن که آیا صدا از تلویزیون پخش میشه یا نمیشه، چون که این وقت برنامه زیاد گرفته میشه، تماس زیاد طول میکشه و صدا دیر میرسه و یک چند ثانیه‌ای از تلویزیون و تلفنی که صحبت میکنیم صدا فاصله داره، برای همین خیلی وقت برنامه گرفته میشه و تماس هم بیشتر قطع میشه. اتاق فرمان اگر تماسی هست بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. ظاهرا تماس مشکل داره. در اینجا بینندگان عزیز با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. هفت گروه در زیر عرش کردگار، روزی محشر جای بگیرند و قرار، خلقم در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در راه و خراب.
مردمان باشند در احوا خراب، لیکن آسایه دارند و نعیم در پناه لطف رحمان و رحیم. خوشلیق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاهی عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد. عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس. در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین. چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی او گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا. بهر حق با او سلامی میکند، بهر حق از او جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند میکند راز و نیاز. از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بیریزد در قفا. دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلب او مانند تق. ششمی آن که زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال. مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا. قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، میکند انفاق در سر و نهان. کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین. روز و شب کشیم اندر این خیام، تا به دست آید چنین جای و مقام. تا به دست آید چنین جای و مقام. هفت گروه در زیر هر شکیدگاه، روزی محشر جای بگیرند و قرار. هفت گروه در زیر هر شکیدگاه، روزی محشر
صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلامی دوباره دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا 9 تا سوال از طریق تلفن گرفتیم. بیننده اول پرسیدن که آیا 5 وقت نمازی که میخوانیم هر وقتی یک سوره خاصی باید بخوانیم یا هر سوره‌ای که خواندیم کوچک و بزرگ فرقی نداره؟ از نظر فقه اسلامی در مورد قرائتی که در نمازها خوانده می شود هیچ گونه الزامی در مورد یک سوره خاص وجود ندارد. یعنی در هیچ نمازی از نمازهای پنجگانه و نمازهای غیر فرض انسان مسلمان ملزم نیست که حتما باید در فلان رکعت نماز فلان سوره را بخواند، بلکه این رو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اختیار خود فرد قرار داده، هم در قرآن کریم فقرأوا ما تیسر منه و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم این مورد بیان شده که هر چیزی که برای شما میسر هست اون رو بخوانید. و حدیث معروف یعنی یکی از اصحاب که از بادی آمده بود و صحرانشین بود، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده در صحیح بخاری و در بقیه صحاح و سنن آمده که این فرد اومد و در یک گوشه از مسجد ایستاد نماز خوند و نمازش بسیار سریع بود، نماز بلد نبود. و بعد وقتی که رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلسی که نشسته بودند و سلام گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان که تو نماز نخوندی. این فرد دوباره برگشت همون جای اولش، دوباره 2 رکعت نماز خوند با همون کیفیت قبلی، دوباره اومد سلام کرد، رسول الله بازم فرمودن ارجع فصلی فلم تصلی، دوباره رفت نماز خوند، باز اومد سلام کرد، دوباره رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حرف رو بهش فرمودن. مرتبه سوم یا چهارم گفت که یا رسول الله لا احسن غیر هذا علمنی، یا رسول الله من نمازی بهتر از این بلد نیستم، به من آموزش بده چگونه نماز بخونم. نمازی که من یاد گرفتم همین است که 3 مرتبه خوندم و شما میفرمایید که ارجع فصلی فانک لم تصلی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا قمت الى الصلاه فاسبق الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. نفس صحیح بخاری هست که فرمودند وقتی که به نماز برخاستی اول وضو بگیر، فاسبق الوضوء، وضوء کامل بگیر و بعد از آن روبروی قبله بایست و ثم فکبر و تکبیر بگو که منظورمون تکبیر تحریمی هست و در ادامه فرمودند که ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، هر چی که از قرآن برای تو میسر هست و بلد هستی آن را بخون. و غیر از این روایت دیگری که در مورد فاتحه هست که اون جز ارکان هست، روایت متعددی در این زمینه وجود دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا صلات لمن لم یقرأ بها، کسی که سوره فاتحه رو نخواند نمازش درست نیست. سوره فاتحه مشخص هست، در هر رکعت نماز باید خوانده بشود، چه نماز فرض باشد یا سنت باشد یا نفل باشد، هر نمازی که میخوانیم حتما باید سوره فاتحه رو در اون رکعت در هر رکعتش باید جداگانه خوانده بشود. اما بعد از سوره فاتحه هر سوره رو که بخوانیم جایز هست. یک سوره طولانی بخوانیم، یک آیه طولانی بخوانیم هم جایز هست، 3 آیه کوتاه بخوانیم هم جایز هست، از هر جای قرآن باشه. یک سوره بزرگ بخوانیم یا یک سوره کوتاه بخوانیم هیچ گونه اشکال شرعی نداره. یعنی هر چیزی رو که انسان بلد بود در قرآن بعد در نماز بعد از سوره فاتحه بخواند، هیچ یعنی الزامی نیست که حتما باید فلان سوره رو بخوانید و چون این چیزی در شریعت اسلامی مشخص نشده. در برخی از موارد ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خب یعنی حتما نماز رو می‌خوندن، در نماز حتما باید سوره رو بخونم، سوره های رو خوندن. الان برای من نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز صبح فلان خوندن، در نماز قنوت مثلا فلان سوره رو خوندن، اما این حکم الزامی رو ندارد. و حکم الزامی که در این زمینه هست صرفا خود قرائت هست که حتما سوره فاتحه رو باید بخوانیم، این جز ارکان نماز هست و بعد از سوره فاتحه ضم سوره بکنیم، یعنی هر سوره ای رو که بلد بودیم، ولی اینکه یک فردی رو فرض بکنیم که تنها سوره اخلاص رو بلده، در تمام رکعت ها سوره اخلاص رو بخونه هیچ گونه اشکالی نداره و نمازش درست هست. جزاکم الله خیر. در مورد ضم سوره و سوره خواندن با سوال بعدی بیننده گفتن وقتی که جماعت خوانده می شود
پشت سر امام آیا مأموم قرائت بکنه؟ بله، عرض کردم که در صورتی که میسر باشه، یعنی فرصتی باشه برای مأموم، فرض کنیم که امام وقتی که تکبیر تحریمه رو میگه، بعد از تکبیر تحریمه در فرصتی که دعای استفتاح رو میخوند، اگر که مقتدی توانست سوره فاتحه رو بخوند باید بخوند. اگر بعد از سوره فاتحه امام یک وقفه رو داشت میتونست بخوند و در نمازهایی که سری هستند صدای قرائت رو نمیشنود حتما باید بخوند. و بنابر روایاتی که در این زمینه وجود داره، روایتی قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نماز بدون فاتحه نمازی نیست. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر روایتی که قبلا عرض کردم، روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که معروف است به حدیث مسیء الصلاه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مشخص نکرده، فرمودند هر چی که از قرآن بلد بودی بخون. از این آیه استدلال کردند که خود قرائت فرض هست، نه قرائت سوره فاتحه. یعنی خود قرائت را از هر کجای قرآن باشه این جزء ارکان و فرایض نماز میخوندن، اما خود سوره فاتحه جزء ارکان نمیدونن. اما جمع بین احادیث در این زمینه اولاتر هست و روایاتی که در مورد قرائت فاتحه صحیح و صریح و حتی در حد بسیار زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. پس بنابراین جمع بین این دو تا روایت این است که سوره فاتحه جزء ارکان هست، هم امام باید بخواند و هم مقتدی در صورتی که برایش میسر شد، و اگر نتوانست بخواند این رکن در حقش ساقط می شود. در حقش ساقط می شود، مانند مثلا رکن قیام، زمانی که یکی اومده و نماز را شروع کرده، یعنی تکبیر تحریمه را گفته و نتونسته که به سوره فاتحه برسد، یعنی به قرائت به صورت کلی نرسید پشت سر امام، و وقتی که اومد امام در رکوع بود تکبیر گفت و رد به رکوع. این رکن قرائت از حکم از چنین فردی در این صورت ساقط می شود. هم بر حدیث به اصطلاح وجوب قرائت فاتحه عمل می شود و هم بر این حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. جزاکم الله خیر. قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی خورده می شود میشه؟ اگر منظور این بینندمون این بوده که در ماه مبارک رمضان اگر استفاده بکنند به منظور به تأخیر انداختن عادت ماهیانه، هیچ گونه اشکال شرعی و مانعی وجود نداره. این حکم جداگانی هست. اما اگر یعنی حکمشون یعنی به تأخیر انداختن بارداری هست، یعنی برای کسی که نمیخواهد که باردار بشود از این فرصت استفاده میکند، فاصله انداختن در میان فرزندان از نظر شرعی اشکالی ندارد. اگر یک فردی خانومی در یک مقطع زمانی 1 سال 2 سال مثلا قرص استفاده میکند تا اینکه بچه اولش رشد بکند و بتواند خودش تغذیه بکند، غذایی بخورد، از این نظر هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، در این صورت جایز است. اما اگر به صورت کلی باشد، به صورت کلی به معنی قطع نسل باشد، تهدید نسل، یعنی که تا زنده هست بچه به دنیا نیاورد، این از نظر شرعی اشکال داره، مخالف با فلسفه ازدواج و مخالف با توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. امامی که کلاه به سر نمیگذارد حکمش چیه؟ از اشکالی نداره، نماز صحیح هست، گرچه در جاهایی که کلاه رو یا عمامه رو جز به اصطلاح ادب میدونند و جز عادات مردم هست و بدون کلاه بودن یا بدون عمامه بودن رو مردم در مجالس عمومی خودشون زشت میدونند، بهتر است که انسان در چنین وضعیتی و در چنین شهرهایی با کلاه یا عمامه باشد. اما در مورد اینکه نماز که با عمامه باشد یا سر پوشیده باشد ثواب بیشتری رو داشته باشد، فضایل روایاتی که در این زمینه اومده روایات باطل و موضوع و ضعیفی هستند. در این زمینه در مورد فضیلت عمامه در نماز حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره و نماز با سر برهنه هم درست است. اما با توجه به این که اگر که زینت شمرده می شود و انسان در مجالس رسمی بدون عمامه حاضر نمی شود، بهتر است که در هنگام نماز هم با همون زینتی که در میان مردم جز زینت و جز شخصیت یک فرد شمرده می شود با اون حالت نماز بخواند اولاتر و بهتر هست که انسان باید در هنگام نماز و زینت کامل خودش را و پوشش درستی رو باید داشته باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در جایی هستن که روزه میگیرن و کار هم میکنن اما با خیلی از زنان بی‌حجاب روبرو میشون، آیا در روزه اشکال وجود میاره؟ انسان در هنگام روزه یعنی موظف هست تا جایی که ممکن هست از گناه و معصیت باید پرهیز بکند. اصلا فلسفه خود روزه یعنی گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه فلسفهش این است که انسان به تقوای الهی برسد، لعلکم تتقون.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در روایات متعددی فرموده من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس لله حاجة ان یدع لله طعامه و شرابه. کسی که در هنگام روزه این گفتار ناشایسته رو، عمل ناشایسته رو، نادانی رو و گناه رو ترک نکند، الله متعال نیازی هم ندارد که شما به خاطر الله آب و غذایتون رو ترک بکنید، زیرا که هدف از روزه همان تقوای الهی و پرهیز کردن و یک نوع تمرینی هست برای دوری از گناه و معصیت. این در حدی هست که انسان توان داشته باشه. تا جایی که انسان توان دارد باید هم در حال روزه و هم در غیر روزه باید سعی بکند که از گناه و معصیت الله متعال کاملا پرهیز بکند. مواردی رو که در اختیار انسان نیست، به طور مثال دیدن یعنی زن برهنه یا جنس مخالف که برهنه باشه، تصاویر زشت از نظر شرعی خلاف هست و جایز نیست، یکی از گناهان در واقع شمرده می شود و نگاه کردن به عورت فرد دیگر تفاوتی نداره که مسلمان باشه یا کافر باشه، هم جنس باشه یا جنس مخالف باشه، از نظر شرعی نگاه کردن به عورت دیگران جایز نیست و همچنین نگاه کردن به زن نامحرم از نظر شرعی درست نیست. اما اگر مواردی رو که بدون اختیار هست، در خیابان مجبور هست سر کار برود، به مسجد می رود، اگر زن نامحرمی رو دید سر راه و برهنه بود فرض کنیم، این هیچ گونه یعنی خللی در روزش به وجود نمی آورد، در صورتی که این قصد نباشد. در صورتی که بدون قصد باشد گناه محسوب نمی شود. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مورد فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند اصرف بصرک، وقتی که دیدی که در جلوی یک زن به اصطلاح سربرهنه‌ای هست و پوشش کاملی نداره، نگاه تو برگردون. اون نگاه اولی رو الله متعال مؤاخذه نمیکنه، زیرا که ناخواسته بوده، تو در مسیر راه خودت میرفتی و اتفاقی دیدی. اون چیزی رو که اتفاقی و بدون قصد بوده الله متعال مؤاخذه نمیکند و گناه شمرده نمیشود و در روزه هم تأثیری ندارد. اما در صورتی که عمدی باشد باز هم منجر به شکستن روزه نمیشود. این معنیش این نیست که روزه شکسته شده. مانند این است که فرض کنید فردی روزه هست و یک غیبت کرده باشه، با غیبت کردن روزه نمیشکند، اما ثواب روزه را، تأثیر روزه را هر گناهی که انسان انجام بدهد قطعاً به حد اقلش میرساند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد شب لیلة القدر گفتن که چه شبی است و معلومات بخواست. لیلة القدر بهترین شب هست در طول سال. به اتفاق علما بهترین شب لیلة القدر هست که بهتر از 1000 ماه در واقع عمل صالح در این ماه ثواب و اجر و پاداش دارند و در ماه مبارک رمضان هست و در این ماه مبارک رمضان در دهه اخیر بیشتر هست. اکثر علما نظرشون بر این است که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست و در شبهای فرد و طاق این ماه مبارک رمضان و دهه اخیر این ماه هست و بدین خاطر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ماه اعتکاف می نشستند، به خاطر اینکه این فضیلت شب قدر رو در واقع دریافت بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب لیلة القدر را با ایمان و احتساب، یعنی همراه با ایمان به وعده های الله متعال و احتساب نماز و عبادتی که انجام میدهد، به امید اجر و ثواب اگر این شب را قیام بکند، یعنی در حالت عبادت بگذراند، در این صورت الله متعال گناهان گذشتهش را معاف خواهد کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این 10 شب خودشون اعتکاف می نشستند و در روایت اومده وقتی که این 10 شب وارد می شد، یعنی آغاز می شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم شد معذره و ایقظ اهله، که کمر همت رو می بستند و خانواده خودشون رو هم بیدار می کردند. با این که رسول الله صلی الله علیه و سلم کمر همتشون در طول سال بسته بوده. در غیر رمضان هم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه من میدیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه‌ای نماز میخوندند حتی تتفتر قدماه، که پاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم ورم برمی‌داشت و من به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که میگفتن یا رسول الله تو را الله متعال گناهان شما رو معاف کرده، چرا این همه به خود زحمت میدهی که حتی تا اندازه پاهات ورم بکنه نماز میخونی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که افلا اكون عبدا شکورا، آیا نمیخوای من شکر نعمت رو به جا بیاورم، بنده شاکر الله متعال باشم؟ این روش همیشگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما باز هم در رمضان دیگه بیشتر از گذشته رسول الله صلی
صلی الله علیه وسلم نماز میخوندند. بنابر تعبیر حضرت عایشه کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز تراویح رو 4 رکعت میخوند، اما به اندازه طولانی بود که نپرس دیگه از چقدر طولانی بود و چقدر زیبا بود. حتی روایت یکی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه یه شبی من پشت سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستادم برای نماز که نماز در خونه میخوندن و ایشون شروع کردن سوره بقره رو. من فکر کردم خب 100 آیه میخونه دوباره میره رکوع. دیدم که نه، سوره بقره رو کاملا تمام کرد و هنوز به رکوع نرفت. بعد سوره بقره شروع کرد سوره نساء رو. سوره نساء رو گفتم حتی چند آیه میخونه دوباره تمام میکنه میره به رکوع. دیدم نه، تمام نکرد، سوره نساء رو کامل خوند. دوباره برگشت سوره آل عمران رو شروع کرد. گفتم چند آیه میخونه دوباره رکوع میکنه، نه رکوع نکرد تا زمانی که این 3 سوره رو کاملا در یک رکعت خوند. یعنی نماز شب رسول الله صلی الله علیه وسلم طولانی بود، اما نمازی رو که با جماعت میخوندن مراعات میکردند و دستور شریعت هم این است وقتی که انسان امام هست باید مراعات بکند که پشت سر زن وجود داره، بچه‌هاشون نیاز به شیر دارند، گریه میکنند و افراد سالخورده و ضعیفی وجود دارند، باید مراعات بکنه. اما زمانی خودش تنها نماز میخواند به هر اندازه‌ای که دلش میخواد میتونه نماز را طولانی بکنه. پس بنابراین شب‌های لیلة القدر یعنی مشخص نیست که در کدام شب هست. در شب‌های فرد هست، 21 23 25 27 و 29 شانسش بیشتر هست و اکثر علما نظرشون بر این است که شب 29 27 شانس بیشتری رو دارد و به خاطر این که انسان این فضیلت رو دریافت بکند بهترین است که تمام این 10 شب رو انسان باید به عبادت و بندگی الله متعال مشغول بشود. هر شبی که باشد گویا که وقتی که عبادت کردی و این ثواب نصیبت شد گویا که 1000 ماه رو عبادت کردی، معادل با 83 84 سال در واقع عبادت است. جزاکم الله خیر. ببینید ولی گفتن که غیر مسلمان ها رو دعوت میدهند و آنها هم شبهه‌های سوال‌های در مورد اسلام یا خدا میپرسن. گفتن که سوالی کردن که خدا را چه کسی خلق کرده، به اینها چه جواب میده؟ از نظر عقلی و ظاهری هم ما میبینیم که در دنیا اتفاقاتی که افتاده، یعنی برای افرادی که به الله متعال ایمان ندارند بر از همین نظم دقیقی که جهان هستی داره و از این مخلوقات زمینی و آسمانی و کهکشانها و موجودات و بقیه مسائلی که و مخلوقات الله متعال که ظرافت و دقت خیلی زیادی در خلقت اونها به کار رفته و این رو باید از این زمینه وارد بشیم، به جای این که الله متعال رو معرفی بکنیم مخلوقات الله متعال رو که دلالت بر ذات الله متعال و وجود یک خالق و آفریدگار بسیار توانا و بسیار عالم و مقتدر هست، باید از این طریق وارد بشیم. و از نظر عقلی هم ما میبینیم که در دنیا هر چیزی حتما باید یک آفریننده رو داشته باشه و بدون این که آفریننده وجود داشته باشه چیزی خلق نمی شود و نهایتا این منتهی می شود به ذات واجب الوجود. یعنی یک ذاتی باید باشه که واجب الوجود باشه، یعنی خودش آفریدگار باشه اما آفریده شده نیست. اگر ما بخوایم که این مثلا خالق به اصطلاح این بوده و این خالق این بوده، این خالق این بوده، این دور تسلسل لازم میاد و هیچ در واقع به یک جای بند نمی شود. حتما وقتی بخوایم به نقطه صفر برسیم معتقد باشیم به ذات واجب الوجود که خود ذات الله متعال هست که آغاز جهان هستی هست و به اصطلاح مدیر و مدبر و خالق و آفریدگار جهان هستی هست و خودش آفریده شده نیست که نیازی به آفریدگار داشته باشد، بلکه خود این مخلوقات عظیمی که الله متعال خلق کرده و این اعجازهای علمی که در دنیا وجود داره دلیل بر مثلا وجود یک آفریدگار بسیار قادر و توانا هست. جزاکم الله خیر. جهاد رو تعریف کنید. جهاد از نظر لغوی از ماده جهد به معنی زحمت و به معنی تلاش کردن هست، اما در اصطلاح شرعی جهاد یعنی مبارزه کردن و جنگیدن که مسلمانان با کفار بجنگند بعد از این که آنها را دعوت به اسلام دادند یا دعوت به جزیه دادند و آنها انکار کرده باشند. یعنی به خاطر دعوت اسلام رفته باشند در یک جایی به مردم دعوت داده باشند، انسانهایی رو که کافر هستند و اونها اسلام رو قبول نکردند
و چون که در قلمرو اسلام هستند باید جزیه بدن و حکومت اسلامی موظف است که در مقابل جزیه که میدن از اونها حفاظت بکند، امنیت اونها رو تامین بکند. اگر ابا کردند و قبول نکردند نه اسلام را و نه جزیه را، در این صورت حکم جهاد هست و جهاد یک حکم فرض شرعی هست، فرض کفایه‌ای هست عموما و از زمان رسول الله بوده و تا روز قیامت حکم جهاد وجود داره و فرض هست. کتب علیکم القتال و هو کره لکم در سوره بقره، با این که جهاد ناگوار هست برای شما، اما الله تعالی برای حمایت و حفاظت دین خودش این رو برای شما بر شما فرض کرده. و عموما عرض کردم که جهاد فرض کفایه هست مگر در حالاتی تبدیل به فرض عین می شود. فرض کفایه یعنی این که اگر یک گروهی از مسلمانان در یک جای جهاد کرده باشند برای پیشرفت اسلام یا برای دفع دشمنان و حمله دشمنان، این حکمش از بقیه ساقط می شود، یعنی بر همه فرض نیست. اگر یک گروهی این را انجام دادند، گروه دیگر گناهکار نیستند که چرا به جهاد نرفتند و این در عموما این گونه هست. اما در حالات اختصاصی تبدیل به فرض عین می شود. تبدیل به فرض عین، فرض عین که یعنی هر فردی بلا استثناء باید برای جهاد برود. فرض کفایه اگر یک گروهی رفت کفایت میکنند، اما فرض عین یعنی تمام باید بلا استثناء شرکت بکنند مگر مواردی که از نظر شرعی معذور شمرده باشند. و در دو مورد هست، در دو مورد جهاد فرض عین می شود. در صورت اول این که زمانی که شما در یک شهری وجود داشته باشید و دشمن حمله کرده باشه و شما در اون شهر هستید، برای اهل اون شهر واجب عینی هست و فرض عینی هست که حتما باید به جهاد بروند و از کشور خودشون و از شهر خودشون باید در واقع دفاع بکنن. و در یک شهری که به اصطلاح دشمن حمله کرد، اگر خود این شهر توانستند، بر خود اون شهر می شود فرض عین. اگر خودشون توانایی دفع دشمن را نداشتن، شهر بعدی و شهر بعدی، به همین صورت تا زمانی که جمعیت مسلمانان به اندازه برسد که بتوانند شهر دشمن را در واقع کوتاه بکنن. این صورت اول هست. و صورت دومش زمانی هست که امام مسلمانان و رهبر مسلمانان فراخوان عمومی داده باشد برای جهاد، اعلام جهاد و نفیر عام کرده باشه که همه مسلمانان باید برای جهاد بروند و با دستور امام و حاکم مسلمانان جهاد در واقع تبدیل به فرض عین می شود. و مورد دیگر که مورد سوم هست این است که کسی در معرکه قرار گرفت، به هر صورت شما رفتید در جنگ، اولا بر شما فرض عین نبوده، فرض کفایه بوده، اما زمانی که رفتی در خود معرکه، در میدان جهاد، در اونجا تبدیل به فرض عین می شود. در آنجا فرار کردن از معرکه یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده می شود. اگر نرفتی همون فرض کفایه از گناهکار نیستی، اما اگر رفتی فرار کردی، این در واقع یک گناه کبیره هست و در اونجا که رفتی فرض عین هست. و شروط به اصطلاح وجوبش که بر چه افرادی وجوب هست، 6 تا شرط دارد که به اصطلاح فریضه جهاد. اولیش اسلام هست، یعنی کسی که مسلمان هست بر اون جهاد فرض هست. بر غیر مسلمان لازم نیست که برود با غیر مسلمانان بجنگد. اگر مسلمان بود این حکم مانند بقیه احکام اسلامی. اولی شرطش خود اسلام هست. شرط دومش این است که انسان عاقل باشه و شرط سومش این است که بالغ باشه. عاقل و بالغ بودن فرد هست. و شرط چهارمش این که حتما باید مرد باشه، بر زنها لازم نیست. و شرط پنجمش قدرت و توانایی رفتن به جهاد هست. و شرط ششمش همون خالی بودن از عیوب جسمانی هست، مانند نابینا باشد. یک توضیح برای شرط خود قدرت هست. این قدرت یعنی این که توانایی رفتن به جهاد رو، خرج و هزینه‌اش رو داشته باشد، سلاح داشته باشد و توانایی رفتن به جنگ رو داشته باشد. و شرط هفتم که سلامت هست، یعنی سلامت از عیوبی که باشه که به اصطلاح میتونه که بره جهاد بکنه، مثلا بینا باشه، لنگ نباشه، از این مسائل. اینها شروط وجوب زکات هستند. اگر کسی این جهاد هستند، اگر کسی این شروط را نداشته باشه، در هر صورتی جهاد بر این فرد فرض عین قرار نمیگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که دختر 9 ساله‌ای دارن، چپ دست هستن، آیا گناه داره یا نه؟
نه، استفاده کردن دست چپ از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی نداره. دو تا دست الله متعال داده و هر دو دست رو انسان باید استفاده بکنه. منتها در شریعت اسلامی در مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن که باید دست راست رو استفاده بکنیم و عموما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کارهای خیر دست راست رو در واقع پیش میکرد. مثلا به طور مثال برای مصافحه کردن و سلام دادن با دست راست استفاده میکردن و چیزی رو به کسی میدادند یا چیزی رو از کسی میگرفتند، اینو با دست راستشون انجام دادن. به صورت کلی تمام کارهای خیر رو با دست راست خودشون انجام میدادن، صدقه دادن رو و بقیه کارهایی رو که هستن و معمولا دست چپشون رو برای نظافت استفاده میکردن. و همیشه امور خیر رو از دست راست رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکردن. از سمت راست خیابان میرفتند، از سمت راست مجلس شروع میکردن به صحبت کردن و خوش آمدگویی. اگر چیزی در مجلسی وارد میشد تعارف میکردن، از دست راست شروع میکردن و با دست راست غذا میخوردن. و حتی عمر ابن ابی سلمه رو که در بچه بود در پرورش رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرزند ام سلمه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم از شوهر قبلیشون بود، رسول الله صلی الله سلام فرمودند که یا غلام سم الله و کل بیمینک، در روایت اومده، و یا کل مما یلیک، با دست راست بخور و در این روایت سم الله و کل مما یلیک، از جلوی روی خودت بخور. و در یک روایت دیگر هست که یک فردی در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بود و با دست چپ غذا میخورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل بیمینک، با دست راست بخور. اون گفت که لا استطیع، نمیتونم که با دست راست بخورم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لستطعت یا مستطعت، که خدا کند که نتوانی. چون که این فردی بود که از روی تکبر این حرف رو زده بود و از روی تکبر این اناد میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر واقعا نمیتونی خب خدا کنه که نتونی، و از اون به بعد نتونست که با دست راست چیزی رو بخورد. یعنی این که انسان باید با دست راست غذا بخورد. اما این که نوشتن باشه یا کار دیگر رو انجام دادن که فطری هست، بعضی از مردم دست چپ میشوند، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما باید سعی بکنه اموری رو که عرض کردم با دست راست انجام بدهد، خوردن و نوشیدن رو یا بقیه اعمالی رو که عرض کردم. درست. بیننده باید در مورد سجده تلاوت برای زن حائضه سوال کردن که زنی که در حالت حائضه است آیا سجده تلاوت انجام بده یا نه؟ به صورت کلی برای زن قبلها عرض کردم که تلاوت قرآن از نظر شرعی جایز هست، دلیلی برای ممانعتش وجود ندارد. میتواند که از روی موبایل یا از روی قرآن میتواند تلاوت بکند، به شرط اینکه به قرآن و مصحف دست نزند. و در هنگام تلاوت اگر که به سجده تلاوت رسید هیچ گونه اشکالی ندارد. وقتی که خود تلاوت لازم هست، به اصطلاح جایز هست، سجده تلاوت هم جایز هست. هم سجده تلاوت و هم سجده شکر برای زنی که در حالت عادت ماهیانه هست هیچ گونه اشکالی رو ندارن، جایز هست. و اساساً برای سجده تلاوت و برای سجده شکر طهارت لازم نیست، نماز نیستند که حتما باید با طهارت انجام بشوند. بدون طهارت و بدون وضو و حتی در حالت عادت ماهیانه زن میتواند که سجده تلاوت رو انجام بده و هم سجده شکر رو انجام بده. و در سجده شکر هم میتونه که برای خودش دعا بکنه و در سجده شکر یا تلاوت همون اذکار معمولی سجده را سبحان ربی الاعلی یا هر دعای دیگری رو هم میتواند که در سجده بخواند، کاملا جایز است. جزاکم الله خیر. خانمی که لباس آستین کوتاه یا تاب پوشیده است چادر بر روی آن بپوشد و نماز بخواند درسته؟ بله، اشکالی نداره حتما. یعنی اون چیزی که در هنگام نماز لازم هست این است که تمام بدن انسان پوشیده باشد. وقتی یک چادری که کاملا پوشیده هست سر رو و تمام بدن رو تا قدم میپوشاند، نماز کاملا درسته و هیچ اون اشکالی نداره. ولو اینکه زیر این چادر لباسش به اصطلاح لباس حجاب کاملی نباشه. خود این چادر حجاب کامل هست و بالفرض اگر فرض کنیم کسی اصلا لباس زیری هم نداشته باشه، صرفا با این یک چادر نماز بخونه و خودش تنها در خونه هست، باز هم از نظر شرعی نمازش درسته، اشکالی نداره. لباسی که پوشیده لباس راحتی هست و بعد از آن چادری رو پوشیده و در هنگام نمازش کاملا درسته، اشکال نداره. جزاکم الله خیر. کسی که تجویدش خوب نیست نماز میخواند آیا نماز باطله؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو دستور دادن به قرائت در حدی که برای ما میسر هست. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، چیزی که برای شما میسر هست و لازم نیست که حتما باید احکام تجوید رو و تلفظ صحیح از مخارج رو یعنی برای صحت نماز لازمی نیست یا برای ثواب بردن از تلاوت قرآن. هر کسی به هر اندازه‌ای که میتواند تلفظ بکند ولو اینکه ناقص باشه تلفظ تجوید
تجویدش ناقص باشه، خود تلاوت قرآن، تلفظ قرآن ولو اینکه ناقص هم که باشه، این هم در واقع اجر و ثواب داره و نمازی با چنین قرائت هم از نظر شرعی درست اشکال نداره. منتها انسان باید سعی بکنه تا جایی که ممکن هست قرائت رو به نحو احسن یاد بگیره. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا